فکرشو بکن یکی افتاده رو گلوت داره خفت میکنه و تو همه کاری انجام میدی تا بتونی خودتو زنده نگه داری و از چنگ اون خودتو بیرون بیاری. دقیقا دیابت هم همینجوره. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما بایستی تمام تلاشتون رو بکنید، حین مسیر افسرده نشید، از درمانتون ناامید نشید، مایوس نشید و پا به پای درمانگرتون جویای درمان باشید تا بتونید از صدماتی که میتونه دیابت بهتون وارد کنه جلوگیری بکنید. این 4 تا کاری که میخوام بهت یاد بدم هم خیلی کاربردیه، خیلی راحت هم میتونه توی خونه انجامش بدی. کمک میکنه که دیابتت رو به زانو در بیاری. برای این کار فقط کافیه که اول پیاده روی داشته باشی، آب مایعات فراوون استفاده بکنی، پروتئین ها رو حتما توی برنامه غذایی داشته باشی، مصرف نون و برنج و کربوهیدرات ها رو به حداقل برسونی، استرس های زندگیت هم از توی زندگیت حذف بکنی و یا به حداقل ممکن برسونیش.